دوستان عزیز سلام، به ویدیوی همون خوش اومدید. گشت‌وگذار در بازار لشتینشاه قسمت نهم. این هم یک عدد پرتقال کوهستانی محلی غاز مرغانه میگیم. غاز مرغانه یا اینجا پرتقال کوهستانی چی داری آقا؟ ما میوه استوایی داریم، نارگیل، آناناس، توت فرنگی، راجع مسائل بیشتر توضیح میدید. مازه زیب بودش مازه خیلی این ها ایمی مازه بزرگ بیارتون باشه رسیدید اسمس بدید. تومات نه برای اسمس کن. ترى نه نو ترتیب نه شما بار نه ما تو سه نمیگم خیلی راوی بابا دیگه نمیشه نمونه باید سایه تو بیست قبلا بود 40 باقی و 30 بادمجان بیدانه بی جلو بیدانه بادمجان اینجا داریم این چیه؟ آووکادو اینجوری بس میکنه اینجوری در میاد دونش بزرگه. چه بزرگی؟ شیرینارگیل این دوترنگی 60 تومن 10 تومن 60 تومن چطور 10 تومن پایین دیگه ما بیا این فلفل شیرینه این کافی بهش میگن کافی شیرین میگیره بیا دوستان ممنون که از ما دنبال بودید بازار لشتینشاه و همه از چنل یوتیوب دنبال بکنید. حتما همه رو سابسکرایب بکنید. اینجا هم زیتونی که تو این همه روزه از خودشون تهیه بکنید. تمام بازارون ایسد ها زیتون فروشی علا با مغز گردو فروشی دو تا گردو داریم. چجوری با پیش کنیم؟ با یک دست دوتا رو اینجوری موازات میذاریم که هم میاری آروم میاری اینجا این که اینا با اینجوری میکنیم برمیگردیم میشون بیا بهتر میخوای بهتر برات بریم بیارم.
همین عالی عزیزم مرسی آقا با اجازه ببخشم بیا بالا این تقدیم فالوورای عزیز اینجا بازار لشکر یه دونه 5000 تومان در میدم یه دونه 5 شما هم چش یه دونه بگو مادر بود فیلم بردی بیا یه برنامه بشه 10 تومن رون کنیم متشکرم از همه شما منظور شما دونی 5000 تومنه درست میگی درست ها میام اشکال نه دیگه اگه اونجا هستی دیگه نه دیگه خواستوای واحد که بازاری یا مهربان مرسی از شما فالوورای عزیز ما دنبال کنید یا سابسکرایب لایک فالو مارک کانال شیر فیل بزنید بریم بالا ما از کنیم کیف کنیم